دودر چی خیلی خیالی سلام سلام آمده اوه رحمت چی خیلی در فکر فرو رفته هیچی نه که همینطور به فکر فرو رفتم به هیچی به فکر فرو رفتن می شود گفزن چی مشکلو تای هیچ گر نه که همه سوز همه سوز من بطری همون بگونه نمیفهمم نه گفزن چی مشکلو داری گفزن روسیه که جون من همین دختر اپای جمیله رو دوست داشتم کی رو دوست داشتی؟ دختر اپای جمیله رو چیکو کردی؟ دوست داشتم خیلی هیچی گم ندارد بسیار خوب و میخوام که با خطیش اویله دار شدم اویله برپا کنم میخواهی؟ بله جدی؟ جدی مصطفی بله این کار جای شوخی ندارد اگر که تو جدی باشی حتما این کار رو حل میکنم فهمیدی اگر تو جدی باشی روسیه که جون حل میکنیم چی با حل نمیکنیم ای کاری خوبه ما هم روسیه با وقت میخواستیم که تو اویله دور کنیم رحمت که جون تو هم گفتگی ما را بود کن این مسئله ما حتما حل میکنم از پس کار باش رحمت که جون رحمت کم اگر شما نمی بودی این غم مرا میخورد غم از دل میبروریم پروا نکن رحمت که جون خب ای پس کار تلفن رو فراموش نکن بگیم نه کار رو حل کن زندگی خوشبختی خورسندی سومان جان لابای چه جان؟ توی زرینه چی خیل شدی نه؟ نه خودا چه جان؟ دامادش چی خیل بود دامادش؟ میشه خیسوز بود سومان جان لابای چه جان؟ جان یا جان شب بروز آرزو میکنم خدا جان کی ماه به همین روزا میرسونده باشه چه جان ولی بر وقت کو؟ همین لباسی سفید پوشیدنی که کی من میدیده باشم جان یا جان همین قد و قامت توی با لباس عروسی میدیدم شرم ندار همین دختر که کلان شد شوهر میکنه در رفت شرم گره صبح سرخ میشه میدونی چه فکر میکنم دامادی ما قد بلند باشد یا قد پستک باشد برای من همینش یک عجایبات در جان یا چه همجان؟ لبه بیا فاروق جان ممکنه اپا جون؟ لبه بیا فاروق جان زنده باشی بیا خوش آمدن این کدا شمالو فاروق جان این شمالو همین زندگی بیا سلام فاروق علیکم جان، اپا جون سلام علیکم کدا شمالو سلام شمالوی زندگی خوش آمدی فاروق جان خوش آمدی دادر جان مرحمت خانه دارم فاروق خونه جان نمیریم چی خونه نمی خونه داریم فاروق جان همینجا خیلی گذاری بالا گذار فاروق جان خیلی گذار بچه جان خوش آمدن این چخیل شده رنگ مورا یافتی چخیل داری این رای شما را میدونیم موچه یک مسئله خطیر کنیم دختر جان یک یالا چوی دم کرده بیا فاروق جان چخیل رنگ مورا یافتن خوش آمدن نوری دیدن برو چه فاروق جان وقت سرکاری بادیم نتونستیم شما را خبر گیریم یا 2 ماه که کارو بالای همین شرکت به این سنده و اون سنده یک کمتر خروجه در بودیم باور کن گفته بودم میبیایم لیکن نشد نصیب همین روز بود نصیب همین روز رحمت خوب وقت دراز نمیکنیم یک مسئله هست اگر اجازتی اپای جمیله ما همین مصطفی سومان دیده قبول کرده معقول کرده در زندگی به همین خاطر ما در شما در اومدیم
که هر دنیا اویلادور کنیم. هیچ چیز چجان کمی سرم تو خود قاطع داری مودم یک چیز دارم کردن نمیتونی در این شرمنده کردی همین که فقط هر روز نخونه بیشتر شرمنده یک گروه دشمن میتونی تو انشاءالله صاحبی اویده میشم انشاءالله رحمت اپای جمعه همین آرزوهایی که شما میکنید من هم همین آرزوی دارم دیگه خودت رو میدونید که شرکت من نلکه که از دنیا گذاشتم من حال امکانیت توی کردن هم ندارم فقط باور کن خیلی خودت میدونی که دختر بچه ها امروز چیهایی که آرزو نمیکنن من حال امکانیت توی کنی هم ندارم باور کنید ولی خانه ها هم ناتمام ماند که این مردک از دنیا گذاشتن خودت رو میدونی که دخترها حضرت چقدر آرزوها دارن چیهایی که نمیخواهم چیهایی که نمیخواهم دستی من نمیرسد برای توی کردن هی اپای جمیله توی یک اپای میزنی که هیچی تماما پروا نکن خراجات این طرف هم بگردنی من خراجات اون طرف هم فهمو است چیز لازم است اپای جمیله چیز لازم است میتونی نویسی و مبلغش رو حساب کردی ما آورده در شما میرسونم نه حقز میشود خداوند میخواهد خوشبختی را وقتی که خداوند خواست به خواست خداوند همه چی نقض میشه اپای جمیله مهمش روزگی شما باشد دیگه همش انشاءالله به خواست خداوند خوب میشود اپای جمیله یعنی شما روزید اپای جمیله تو از شما روزی باشه لکن چی میشه فرق من ندارم که دیلی ما نشکستی اپای جمیله آوان دیگه همش فرق کنه چیزی در کار سوی بانم بیاد خوب چی اومده؟ بو من نبیم الو سلام سومان ساز خوب و حالت خوب میشه رحمت راستی به نهایت رو یاد کردم ولی میبینم که آوازت خسته می نمیاد یکان گپ شد تنجیست خوب مایلش من حتما تو رو انتظار میشم خوب سومان؟ تو چی گریه داری؟ عشقی شدی رخصدی هم؟ دختری بچه چی گریه داری اگانی؟ چجا من نمیخوام شوهر کردم من روزی نیستم کدام دختر میخواهد شوهر کردم اول میگوید نمیخواهم بعد میگوید میکنم
گریه نکن جانی من و دیدی فاروق چقدر انسانی خوب دادرش نمیگویی مصطفی جان سیمپاتیچنی قد بالا ای کوشش شما دختری سودا پولداریش نمیگویی خوشبخت میشوی اوچه جان خوشبختی در پول و مال نیست من دیگر کس را دوست میدارم خوشبختی در پول و مال نیست؟ خطا کردی همین پول باشد خوشبخت میشوی دیگه کسا دوست میداری؟ دوست میداری؟ صالحی بچه همسایه کو ایو کشلوپ بالا هوایه صالحی بچه همین امریدی نه؟ همین صالحی پایلو چه؟ وای دختری ساده وای دختری ساده من با فاروق رازیگیم دادم فهمیدین؟ فاروق انسانی خوب خدمتش بسیار به عائله ما رسیدگی هر دو طرفی توی خودش با کلا گرفت فهمیدین؟ اگر دختر از باوری من میبرویی من در نزد دوست و دشمنا در نزد حق و همسایه ها شرمنده میکنی من خودم میکشم نه چه جان فهمیدی؟ من خودم میکشم به پدر که بودی به مادرم میشوی من یک تا گپ دارم گوش کن من با تو باید یک چیز رو بگم و باوری دارم که با تو به نهایت بسیار میآید میدونی من امروز همراه یک شرکت راه خوردم انک طرف مرا دعوت کردن و برای من کاری رو پیشنهاد کردن و گوش کن آنها با من وعده دادن که تمام مصرف‌های تویت را با عهده میگیریم صالح امروز به خانه ما خواستگار آمد گوش کن سومان جان گوش کن مرا ببین انا اونجا در اون طرف جای نشستی هر دوی خودمون میشود در اون طرف باشد پدر و مادرانمون نیستن و صالح آنها مرا به شوهر دادن یعنی چرا نمیفهمم گوش کن سوما در اونجا باشد موسیقی نوازان نیستن صالح ما با تو یک جای شده نمیتونیم بفهم این را آخر الو لافای آقای جمیلا فاروق جان السلام علیکم رحمت شما نهستین کاراتون خوب سلامتیتون خوب رحمت فاروق جان ما با یک خلاصه اومدیم که با گفته‌های شما راضی‌ام بسیار خوب اگر علاجش باشد ماشینتون رو روان میکردید ما آماده ایم برای رفتن. من مصطفی رو روی میکنم گفتش شما بپرو خوب تشکر مصطفی نباکه اینجا بیو نباکه رفته خونه اپای جمیلا همراه دخترش گرفته بیو محل شکر جان میرم راگون پاگون نزنی برو نه که جان راگون نمیزنم محل شکر خدا فکر خوب تشکر
بیاین خلاجون مرحمت بذارید. مرحمت. بیاین اگه خوب بودیم. اپای جمیله بیو. اپای جمیله بیو. اپای جمیله مرحبا. بی مرحمت بیو. اپا جان. بیو مرحبا. بی مرحمت. اپای جمیله بگذار. زنک. خوبه تیار است. ها؟ خوب. بیو. بیو اپای جمیله. بیو. مرحبا. اپای جمیله. این خونه رنگ خونه خدا یکم کس غم نمیتیه. همچنین در آمده با حضور استراحت کنیم. بگذار اپای جان. بگذاریم. در چوی پول همه چیز تشکیل کن. از پس کشم. هیچ که ندارم پیش ما. خوب مایم. خیلی بردارم و کش قلقوتا. چی یکم کمبوتی دیدی؟ ها؟ واسه داماد که دارم با کش قلقوتا کشم کرشیم. بوشید یادی تو دایی ما بهمون صالحی به پای افزار. واسه مصطفی میبیام. سلام خلاجون. سلام مصطفی جان. خلاجون اگر امکان میبرد همراه دفترتون یک صحبت می‌کردم. خیلی ممنون. چی بله؟ معلش میکنم. رحمت خلاجون. سلام سوما. سوما خونه با تو پسند اومد؟ سوما خونه با تو پسند اومد؟ یا اون چیز لازم نیست؟ گپ زن خب نیست. هر چی گوید من برایت میکنم. از دست اومده رو همه کار میکنم تو فقط گپ زن. سوما چرا خواب بسیدی؟ گپ زن. چی درد داری؟ دردت رو گپ زن. هر چی گوی من برات میکنم. از دست اومده رو میکنم. سوما گپ زن چی درد داری؟ مصطفی من با تو خوشبخت شدن نمیتوانم. چرا اینطور؟ من دیگری رو دوست میدارم. خوبترش از من دست کش. مصطفی من با تو خوشبخت شدن نمیتوانم. سوما تو این گپا رو برای عصبی کردن من گپ میزنی ها؟ نه مصطفی همش حقیقت دارد. من دیگر کس را دوست میدارم. فهم آخی من نمیتونم با تو خوشبخت شدن. گوش کن سوما گوش کن. خواهی نخواهی زنی من میشوی. این رو دانستم. من گپم رو گفتم. سلام سوما. تو در اینجا چی کار میکنی؟ سوزی خوبی؟ میشه سوز؟ سوما من میدونم که تو را با مجبوری شوهر داده ایستادم. نه سوه من رو با مجبوری ندادستم. گوش من کن با سوما. روزیگی خودم شوهر کردم. سوما میدونم که این کاری تو مجبوری است ولی من هر کاری میکنم تو را از اینجا میبرم. خب ولی فقط تو آرام باش. سوه ما دیگر یگان راه ندارم. سوما من تو رو از دست دادن نیستم. بدون که من به تو یک لحظه هم زندگی کردن نمیتونم. میدونم اما چی کار کنم؟ من رو مجبوری شوهر داده ایستادم. همش خوب میشود. فقط تو با من باور کن. خب تو فقط با من باور کن. فهمیدی؟ باور کن همش خوب میشود. من
همه‌اشون خوب میکنم با من باور کن. مصطفی سر ده او رو مصطفی در اینجا چیکار میکنی؟ خوش اومده. سلامت باشه اکا. خوش اومده. مبارک شود دستیو. سلامت باشه. علی سلام. رفته.
خداوند همینا شاید داماد عروسی نه و کوشاپیر کنه به همه ارزو رسه. آمین. الله اکبر. مبارک باشه مصطفی جان. مبارک باشه. خیر؟ رقص دوام میتیم. رقص دوام میتیم. رفتیم. سوری تو در اینجا چیکار میکنی؟ رفتی مادرم چی؟ من هم اشما فکر کردم تو این رو اهمیت نده. رفته آهسته آهسته رفتی چی گپای مصطفی گرزن یا چی گپای فرمون چی گپای اینجا چی گپای ساله چی ساله ساله این کاری اوست. من رو حتما میابند میکوشم رو. تو میدانستی دختره دیگه کس رو دوست میدارد چقدر دیده و دانسته در یک کس خیانت میکنی تو نمیدانی عشق محبت چی است دیده و دانسته در یک کس خیانت میکنی شرمندم کردی شما شرمنده کردی من چی جواب میدیم برابر روی پدرم
ندارم. اپای جمیله تو یک آیله رو نه، دو آیله رو برباد داری. تو دو آیله رو برباد داری. تو فتموری زنک.